دوستان این اسمش سوتیان ورزشیه، به این نمیگن لخ شدن. خواستم باش آشنا بشی. اگه این لخ شدن نیست فبی زحمت شورت ورزشی دم واسمون بپوش. میگن گناه کردن با کسی که دوستش داری آخر ثوابه. تو داری ثواب میکنی. باز جون چه پسری، شماره تو میدی؟ خانم بفرمایید مزاحم نشید. اگه من مزاحمم که خدا زیاد کنه این مزاحما رو. حالا بیا بالا بیشتر با هم آشناشیم. خانم تشریف ببرید. چرا ناز میکنی؟ بیا بالا دیگه. میگم من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چون که من من عاشق بوی عطر این کم شدم. خیلی خفنه. نه ما یه همین که نیمرخ شما رو دیدیم عاشق کون شما شدیم. آمو چرا اینقدر سیگار میکشی؟ یا تو روز دوست دخترم بردم کافه. خب میخواستم بگم بیا بریم بالا بشینیم، جاش دنجه. زبونم نچرخی، گفتم بیا بریم بالا بشینیم جن. آمویی که اشکالی نداره، اشتباه لفظی بوده دیگه. اصلا میخوام من برام بهش بگم نوید گوخور، نوید اشتباه اما مشکلش چیه؟ من مشکلش چیه؟ میگه از کجا فهمیدی من جن؟